تفاوت مدارس ایران و چین. سری امتحانات رو داریم نامیده میشه Real Life Situation Examination که امتحانی اما توی موقعیت زندگی واقعی زندگی که با اون مهارت رو استفاده کنی. این نوع امتحانات چون میده کاربرد اون درسی رو که خوندی توی زندگی هستی با توجه به شرایط زندگی اون، یعنی اتفاقایی که تو زندگی اون میفته ما باید اون امتحانا رو جواب بدیم. سال یه دونه داشتیم که امتحان بود، باید ماشین می‌خریدیم. چند تا بروشور ماشین بود و چند تا کاتالوگ بود که ما باید اینا رو با هم مقایسه می‌کردیم و ببینیم با توجه به قیمت و حالا اون مشخصات ماشینا و طرز مصرف بنزین یا الکتریسیته‌شون کدوم انتخاب بهتری برای خرید. مخصوصا ریاضی حل کردن مسئله با توجه به اون معادله‌ای که باید طرح می‌کردیم، باید یک ترن هوایی برای یک شهربازی طراحی می‌کردیم که این موقعیت مربوط میشه که این نفر بخواد در آینده یک دیزاینر بشه و اون دیزاینر به اون ریاضی احتیاج داره که متاسفانه تو ایران اینطوری نیست و ما خیلی از درسامون هیچ جای زندگی به دردمون نمی‌خوره.